یک مهاجر تاجیک صبح بر وقت 22 نوامبر سال 2022 در دهه مسیر و در کنار شهر کلین ولایت مسکو سه همسایه‌اش زن و شوهر و یک طفل 3 ساله را در خانه این همسایه ترکیدن بالون گاز از مرگ نجات داده است. دادستانی ولایت مسکو در تلگرام کانالش خبر داد که ساعت قریب 5 صبح 22 نوامبر در مسیر و به سبب بی احتیاطی هنگام استفاده بالون گاز این بالون ترکیده است و یک دخترچه 3 ساله با پدر و مادرش جراحت برداشتند. هر سه را در بیمارستان بستری کردند و دادستانی شهر کلین به تحقیق این حادثه پرداخته است. دادستانی تفصیلات از این بیشتر نداده است، ولی نشریه امکا چوپ مسکو خبر داده است که جبر دیده ها را همسایه‌شان یک مردگار از تاجیکستان که در حوله همسایه در وگون شب و روز میکرد نجات داده است. جبر دیده ها حرکت کردن نمیتوانستند. همسایه جسورشان خودش آنها را از خانه بیرون برآورده تا راه برد. اگر این کارگر تاجیک نمیشد، جبر دیده ها شاید تا آمدن ماشین یاری تاجیلی زنده نمیماندند. نوشته است امکا. بنا به اطلاع امکا در این حادثه یک مرد 28 ساله و یک زن 25 ساله آسیب دیدند که از اول سال جاری زندگی مشترک داشتند. این جفت همراه دخترچه 3 ساله زن در داچه یا بوستانسرای والدان زن به سر می بردند. وقتی که فصل سرما رسید آنها به منزل والدان زن کوچیدند، ولی زندگی در زیر یک بمب با والدان زن به آنها خوش نآمده است و هر دو زود به بوستانسرا برمیگشتند. داماد همراه پدر عروسش در اینجا خودشان شبکه گرمایدهی ساختند که با بالون گاز کار میکرد، ولی ظاهرا هنگام نصب بالون بچه اشتباهی را دادند که صبح بر وقت 22 نوامبر بالون ترکیده است. صدای ترکش را مهاجر تاجیک که در حوله همسایه در وگون زندگی میکرد شنیده به جای حادثه آمده است. به گفته این مهاجر تاجیک جبر دیده ها مرد و زن و کودک از جا جنبیدن نتوانستند و سر و رویشان سیب سیاه شده، روی زن خونشور شده بود. مهاجر تاجیک به خدمات سوختار نشانی و یاری تاجیلی زنگ زده جبر دیده ها را از خانه برآورده است و به ماشین خودش سوار کرده تا سر راه برده است. در اینجا جبر دیده ها را به ماشین یاری تاجیلی بار کرده به بیمارستان بردند. این بار اول نیست که مهاجران تاجیک در روسیه هنگام سوختار و دیگر آفت‌ها کارنمایی نشان داده ساکنان محلی را نجات می‌دهند.